سلام. من بالاخره اومدم اولین ویدیو یوتیوبمو بگیرم. خب اول که اینو خالیش میکنیم سرشو که هوا گرفتگی اگه داره خالی بشه. میخوام اول از این قسمت شروع کنم. این حنایی که الان من دارم حنای مجلسیه. حنای مجلسی اینجوریه که کار باهاش به نظر من البته سخت‌تر از حنای عربیه. حالا چرا؟ چون حنای عربی شما فرصت دارید اشتباه کردید پاکش میکنید، از اول میکشید، ولی توی حنای مجلسی نه، همون موقع قشنگ رنگ میاره ها، نه که رنگ میاره. حالا دیگه گفتیم بسم الله. چقدر سخته تا حالا نمیدونم واقعا چجوری میشه، تا حالا فیلم نگرفته بودم موقع طراحی کردن. ولی خب دیگه بالاخره گفتم شروع کنم. تازه حرف زدن هم سخته موقع ویدیو گرفتن. حرف زدن سخته. اینجوری هم کمش فقط میخوام تمرکز کنم روی این طراحیه و یادم میره میخواستم چی بگم، هی دستمو میکشم اینور، هی از کادر میاد بیرون. ولی دیگه گفتم چه کاریه بالاخره که ما باید ویدیو رو بگیریم. بله. علاقه من به حنا از اونجایی شروع شد که جنوبیا کلا تو عروسیاشون حنا میذارن. اصلا نمیشه یه شب مخصوص حنا بندونه دیگه، نمیشه که حنا نباشه. بعد من از بچگی حنا خیلی دوست داشتم، خیلی ها. بعد خیلی هم کسی نمیشناختم که بهش بگم آقا حالا بفرما بیا شما دست ما رو حنا بذار. از اونجایی که البته اون موقع حنای عربی البته من بیشتر باش کردم، میتونم بگم خیلی وقت نیست که این حنای اینجاش خیلی مهم نیست، کاورش میکنیم. چه جوری؟ الان بهتون میگم. اینجوری، بله ما اینجوری اینا رو کاور میکنیم، خیلی اینجا مهم نیست. خراب کردین هم اشکال نداره. آقا ما حنای پودری داشتیم. حنای پودری چجوری بود؟ پودر حنا بود دیگه، همتون دیدید. پودر حنا رو ما مثل یه خمیری درستش میکردیم، معمولا هم با چای درستش میکردیم، حتما باید با چای بود. اگه اون چای مونده بود باز رنگ حنا خیلی بهتر در میومد. تنها کسی که یادمه از خیلی قبل تر از اینا، حتی وقتی که دیگه خیلی بچه بودم، یادم دخترمم دیگه اون موقع یادم نمیاد، حتی قیفم یادم نمیاد دیگه، چوب کبریت، با چوب کبریت میزد، یه کاسه حنا داشت، با چوب کبریت میزد تو حنا، رو دست ما تر میزد اینجوری خوشگل قشنگ. طرح داره خوب در میاد. بله اینجا میخوام اینجوری پاش کنم، دونه یادمه وقتی بچه بودیم مامانم حنا میذاشت کف دستمون، بعد دستمون رو ما میبستیم اینجوری، دستمون رو میبستیم، گفت پارچه چادر که خیلی حالا چیزه که خیلی نازکه، اونو چیکار میکرد؟ اون میبست دور دستمون، بعد رنگ می آورد. هنوزم فکر کنم انجام میدن ولی دیگه خیلی کم. الان دیگه بیشتر طرح میزنن، عروسا که هنوزم طرح میزنن. حالا شاید باشن یه عروسایی که حالا خیلی علاقه‌ای به طرح نداشته باشن، ولی اصلا دیگه حنا فرهنگ جنوبی به نظر من که حذف نشدنیه. آره دستمندم هم نیاوردم بیرون دیگه، هیچی دیگه چی بگم. این جمله منه، دوست دارم خیلی زیاد. چقدر واقعا سخته هم طراحی کردن روی دست خودت، هم فیلم گرفتن، هم حرف زدن. حالا میدونین چیکار میخوام بکنم؟ میخوام اینو اینجوری از اینجا وصلش کنم به این، مثلا از اینجا به این و بس میخوام از اینجا میخوام برسونمش روی انگشتم. حالا شویه چند تا برگ بکشم چون من عاشق برگم، برگ دوست میدارم.
بزن اینشون برگ بکشه. این جمله منه، دوست دارم خیلی زیاد. فایرن دادم به اینا یه وقتی. میخوام اینجا باز یه دونه از این گلایی که اینجا کشیدم بکشم. این جمله منه، دوست دارم خیلی زیاد. حالا منم این افتاد تو دهنم هی میگمش. این جمله منه، دوست دارم خیلی زیاد. خب این الان به این وصل شد، زیبا و شیک و خوشگل. این بالاخره رو انگشتم خیلی دوست داشتم. خوشگل شد. خب اینجا رو فقط دوتا از اینا میذاریم. میتونیم همینجا برش کنیم، میتونیم اینو ادامه بدیم. میتونیم ادامه بدیم. آره میتونم اینجا رو کارو بکنم مثلا اونور اینجا. خب حالا کاش اینو آورده بودم بیرون، الان دیگه هیچ کاری نمیتوان کرد. خانمای عزیز قبل از طراحی لطفا تمام اکسسوری‌های خودتان را بیرون بیاورید. الان باید یکی بعدی رو بگم خودی نداره. میایم بدیم و وصلش میکنیم. میتونین اینجا بزرگ بکشین، ولی من اینجا دارم میخواد یه دونه گل کوچیک بکشم، خیلی بزرگ نشه. آره سایه ایجاد کردم. کسی هم اینجا نیست به من بگه که خانومم خودتون انداز رو طرح همت، خودتون انداز، خودتو بندازی خوب نمیشه، ویدیوت خراب میشه. این همه زحمت کشیدی چرا حالا خرابش میکنی؟ طرح نزدن اصلا کار سختی نیست، در واقع کار خیلی سختیه، ولی خب هم کار سختیه هم کار سختی نیست. نمیشه گفت کار خیلی سختیه، ولی نمیشم گفت. این جمله منه، دوست دارم خیلی زیاد. میتونم اینو تبدیلش بکنیم به شاخه هایی از یه شاخه که 3 تا دونه برگ داره اینجوری. این میشه در همون جین. میتونیم البته روی این یکی انگشت هم بکشیم چیزی، ولی من ترجیح همینه که اینجوری ساده شیک و خوشگل بمونه. تمام.